дар маҷмаи меҳмонхонаҳои Абдуқодир Ҷабборзода нишасти 162-юмини маҳфили илмиву адабии Ганҷи Сухан баргузор гардид. нишасти навбатӣ яке аз маҳфилҳои хуб ва хотирмон, инчунин самимиву пуршукӯҳ маҳсуб ёфт, аз он ҷиҳат, ки мавзӯи меҳварии он шеър ва шахсияти шоири классики адабиёти муосири тоҷик Лоиқ Шералӣ буд. ای اصل دیوانی غزل شاد آمدی شاد آمدی، نقدی دل و جان در بغل شاد آمدی شاد آمدی. بنیاد غمها سوخته جان مرا افروخته، بر قصد صد مکر و حیل شاد آمدی شاد آمدی. بگشاد زلف پرشکن بشکستی صد ارمان من، ای کان عیش بی خلل شاد آمدی شاد آمدی. از صفحه برگ گلت خواندم غزلهای دلت، ای شاهکار بی بدل شاد آمدی شاد آمدی. در عالم شور و مغل، در عرصه جنگ و جدل، ای در ملاحت بی مثل شاد آمدی شاد آمدی. در بزم گنگ و کورها، در خوان تلخ و شورها، کندوی سرشار عسل شاد آمدی شاد آمدی. بودم ز هستیم خجل، در چاه مانده پا بگیل، پیروز بر فوجی اجل شاد آمدی شاد آمدی. اندر لبان غنچسان پیکی ز عمر جاویدان، بر قصد مرگ بی محل شاد آمدی شاد آمدی. با من دمی دوران بران، با من بگو با من بخوان، ای ارمغانی از ازل شاد آمدی شاد آمدی. маҳфилро роҳбари он доцент Саидумрон Саидов ҳусни ифтитоҳ бахшида меҳмонони олиқадрро аз шаҳри Душанбе ва кулли ҳозиринро ба нишасти 162-юмини маҳфил хайрамақдам гуфт. аз ҷумла аз барномаи маҳфил ки ба зодрӯзи Лоиқ Шералӣ бахшида мешавад ёдовар шуда, аз муҳтавои суханрониҳои муҳими маҳфили имрӯза зикр намуд. онро раиси бахши суғдии иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Аҳмадҷони Раҳматзод идома бахшид. کسانی که استاد لایق را دوست می‌دارند در تمام گوشه کنار تاجیکستان، برای استاد لایق، برای خدمشان، برای یادشان، برای کتابشان، برای محبتشان، برای هستیشان، برای بقای سخن و بقای عمرشان، در یک گوشه دیه، در یک گوشه شهر، خانه را، مکان را آباد کرده رمزی نگاه می‌کنند. این هم در شهر خوجا، هم در پنجکی، در وادی زرافشان، در چند جا، هم در شهرستان، هم در ختلان، هم در کورا. این مجموعه است. این مجموعه اول مجموعه سینا نام داشت. با برادرای خود و فرزندان خود آقای عبدالقادر اینجا رو آباد کردن. خلاص که اینجا هم بارها اهل سخن در این اتاقها، در این تالارها صحبت‌های بسیار عجیب داشتند. بسیار رمزی است که ما در عرفه زادروز استاد بزرگوار ما، کلاسیک ادبیات تاجیک، استاد لایق شیرالی اینجا صحبت دارد و من خیال کردم که چی خوانم برای اهل ذوق که اینجا آمدن و برای استاد لایق. کسانی هستند که هر یکشان عزیز، هر یکشان با استاد همنشین، شاگردان استاد هستند، دوستان بسیار قدردان استاد هستند که ما در هر سخنی این بزرگ مردان، در هر رفتارشان، در وجودشان، در محبتشان، در چهرهشان، ما استاد لایق را میبینیم، تجسم بزرگی استاد را میبینیم، جاودانگی استاد را میبینیم.
چی گویم چی خوانم. و یک شعر نوی را به خود آوردم که در برابر یک بیت یک عباره استاد لایق نیست، برای شما رمزی هدیه میکنم. یک بار به غصه گریه کن یادم را، یک بار به غصه گریه کن یادم را، آن عشق بزرگ و روح آزادم را. این عالم بیشماره بی من تنهاست، این عالم بیشماره بی من تنهاست، دریا به خود یگان یگان آدم را. بر حال دلی دریده ام گریان شو، دیدی چو در آن بوده آبادم را. صحرای کشاد رفته من داد زدم، کوهتنگ بود فضای فریادم را. با عشق تو خاک را چو زر بوسیدم، با عشق تو خاک را چو زر بوسیدم، تا قدر کنی حیات بربادم را. من با همه گل بر روی تو خندیدم، تا شاد کنم جهان ناشادم را. هر روز چو جشن عشق شیرین دارم آینده، ببین تو روز میلادم را. من آب به تیشه زمین کن دادم، در کوه نشانده تختی فرهادم را. سیمی رگ من هزار سو خواهد رفت، بر پای کنم ستون امدادم را. و من به اکای عزیزمان عبدالقادر جبارزاده که هم خودشان اثر می نویسند، هم در ترغیب ادبیات تاجیک سهم گرفتند، افتخارنامه راستی شعبه سعودی دو جلده شاگرد دخترخوانده استاد لایق شیرانی، شاعر خلقی تاجیکستان، فرزانه بانو، همه ترانه در همین گلخانه های شما این برای شما هدیه. رئیس ولایت سو محترم رجب احمدزاده که ما در خلقه خوجند، در احیای خلقه خوجند همراهی استاد حاجی حسین نوسازاده در هیئت کاری بودیم و همه شما سلام و پیام خود را، درود خود را رساندند و در کار این محفل ما برار درخواستند. риштаи суханро адабиётшиноси варзида профессор абдунаби сатторзода бо маърузаи лоиқшералӣ ва шеъри ҳолот идома бахшиданд. устод сатторзода таъкид карданд ки дар байни ашъори лоиқшералӣ дар радифи шеърҳои тасвириву тавсифӣ ва шеъри андеша шеърҳое ҳастанд ки дар он ҳолатҳои гуногуни инсонӣ, ҳолати мухталифи зиндагӣ, ҷомеа ва табиат дар як замону макон ва фазои муайян эҷод шудаанд ва ин намуди ашъорро устод сатторзода феълан ва шартан шеъри ҳолот ном бурданд ва се шеърро аз эҷодиёти шоир тирамоҳ, бачагӣ ва эй шаҳри беситораи дунёнадидаҳоро ба унвони шеъри ҳолот таҳлилу баррасӣ намуданд. حاضرین گرامی، در میان شعرهای استاد لایق یعنی شعر نفوذی بیشتر از نوعهای دیگری شعر هست که تا در نقد و ادبیات شناسی تاجیک نام مشخص ندارد. این نوع شعر نه آنه که ما میگیم شعر تنقیدی، نه آنه که ما میگیم شعر معذوری، نه آن شعر روز، نه آن شعر عاطفی و نه آن شعر اندیشه است که میگفته، میگوییم و می‌نویسیم.
این شعر است که در آن همزمان هم لحظه ها، صحنه ها، جزئیات زندگی واقعی، هم منظره های محسوس احساس شدنده طبیعت، هم حالت، عاطفه، اندیشه، تأثیرات و تصورات انسانی زمینی در فضا و محیط معین اجتماعی و سیاسی بازتاب یافته و در این شعر تناسب تصویرهای شاعرانه از روی ضرورت و تنها به تقاضای موضوع و در تناسب با طبیعت اشیای تصویر آفریده می شود. از این سبب یک شعر دیگر رو تکرار نمی کنه. هر یک شعر شاعر، کدام شاعری که باشه، از جمله استاد زاید، یکش دیگرش رو تکرار نمی کنه. هر شعر مکان دارد، زمان دارد، عنوان دارد و فضای پرواز دارد، اگر به اصطلاح استاد زاید بگیم، و از یک حالت معین، روحیه معین و احساسات معین درخت میده. از این سبب این نوع شعر رو نمیتوان صرف تنها به توجیکی امروزه بگویم به شعر تنها به شعر عاطفی، صرف به شعر عاطفی یا شعر اندیشه یا شعر توصیفی یا شعر تصویری و یا هر یک نوع دیگر شعر جدا کرد. اگر گاهی هم چنون کاری کرده می شود در تحقیقات، در تحلیل ها، در نقد، در ادبیات شناسی، گمان می کنم که صرف به خاطر آسان گردانیدن درکی همون هدف و محدود نمودن دایره تحلیل و نقد و بررسی می باشد. ما این نوع شعر را فعلا با اجازت شما البته تا پیدا نمودن یک نام مناسب به این پدیده شعر حالت می حالت نه تنها به معنای در اینجا مفهوم حالت نه تنها به معنای معمول لغویش در زبان ما که به دو معنی استفاده میشه، از جمله در فرهنگ زبان تاجیکی به دو معنی. معنی اول چگونگی، وضعیت، حالت، چگونگی سلامتی و تندرستی، احوال. معنی دوم شادی، خوشی، نشاط، طرب، در تصور وجه، روبلندی، شوق. و این معنی نیست در اینجا ما استفاده میکنیم، بلکه به معنای شعری که در آن در برابر حالتهای گوناگون انسانی، حالت مختلفی زندگی، جامعه و طبیعت نیست در یک زمان، مکان و فضای معین بیان گردیده. برای تصدیق قضیه مذکور من تنها از آثار خیلی زیاد استادهای 3 شعر رو میگیرم برای شما. یکش تیرما. شعر معلوم است، شما میدونید اکثریتتون اهل ادب و اهل چیز، و هر بار من یک بار برای به خاطرتون آوردن بعضی بیت‌های ما رو چی میگم. در این شعر تیرما دقت کنید شما استاد فقط جزئیات خاطرمان و منظره های این فصل تیرمای تاجیکستان را تصویر نموده. آسمان تازه رو شد تیره رو تا ها را گور کردن. پایه های خشک تخته به گل و به برگ ماندن. رفت زنها صد و خدمت آن گلی سیمین شد. سویشان سرخم نمی سازند دیگر تخت چینان. پشته ها اوریان شدند از سبزه های مخملی. گشته به فریاد و تنهای و درخت و پرسکوت. یخچه می بارد سحرگه جای شبنم ز آسمان. لانه بی صاحبی پرندگان در میان شاهساران.
ذوق و حیران ماندم. گزارش استاد خیلی پرمحتوا و مفصل بود. در این فرصت سرودی با متن لایق شیرالی خوانده سراینده ممتاز حسن حیدر طبع اهل نشست را باریده ساخت. در جهان دشمنان دوستان را گم مکن، در میان کجروانی راستان را گم مکن. هر کجای پانی در پای تو سر میهن، آشنان خوردیان آشیان را گم مکن. هر کجای پانی در پای تو سر میهن، آشنان خوردیان آشیان را گم مکن. هم مکن پروا، هم یک لحظه بی پروا مباش. کاروان سالاری فریادی سگان را گم مکن. نوبتت گر آمده در آسیا نوبت بیرا، لیک اسیان و غروری آسیان را گم مکن. در جهانی دشمنانی دوستان را گم مکن، در میان کجروانی راستان را گم مکن. هر کجای پانی در پای تو سر میهن، آشنان خوردیان آشیان را گم مکن. گرچه با ما در زمینم بشنوم پندی پدر، در زمین گر شادمانی آسمان را گم مکن. دسته در می کشد از آستینم هر سحر، ای که بیرون می روی این آستان را گم مکن. در جهانی دشمنانی دوستان را گم مکن، در میان کجروانی راستان را گم مکن. هر کجای پانی در پای تو سر میهن، آشنان خوردیان آشیان را گم مکن. آشنان خوردیان آشیان را گم مکن. بعداً شاعر خلقی تاجیکستان اسکر حکیم خاطره‌های خود را با لایق شیرالی یادآور شده در خصوص موضوع ویژگی‌های دید شاعرانه لایق صحبت نمودند. جالب دقت از این گزارش در آن بود که استاد اسکر حکیم صحبتی را که 42 سال پیش با استاد لایق کرده بودند و در مطبوعات آن دور نشر گشته بود به اهل محفل پیشنهاد کردند. اسکر: من از اندیشه های خود به همین رسیدم که عمده‌ترین خصوصیت نظم زمانی ما پرقوت شدن بنیاد واقعی و حیاتی آن است. دیگر اون شعرهای بی بنیاد، عمومی و گویا توصیفی که یک زمان خیلی رواج داشتند و متاسفانه حالا هم هستند که پس از خواندن آنها کسب به محل و اشیای تصویرشان اگر باشد رجوع نمی کند، خریدار ندارد. خوشبختانه یک گروه شاعران سالمند و میانسال و زمره از شاعرانی که در 10-15 سال آخر به عرصه نظم آمدند با بینش تازه خود بازار این گونه شعرها را کسب کردند. استاد لایق: خوب سر صحبت را یافتید. در حقیقت شعرهای طولانی توصیفی بی پردمت مثل اون کودکی است که به نوده بیت سوار شده خود را سواره پنداشته می دارد، بیخبر از آن که پیاده است. به مقابل این گونه شعرها در همه ادبیات ما و مخصوصا در سالهای آخر شعرهای پیدا شدند که مکان، زمان، عنوان، حالت و فضای پرواز دارند. اگر به مقابل این گونه شعرها گوییم زمینه پیدایش روح تازه را در نظم یک اندازه تنگتر معنی داد نمی‌کنیم، شاید اون را وسیع‌تر باید شرح داد. استاد لایق: از زندگی و طلب زمان باید جز گفتنی هسته؟ اسکر: بله. استاد لایق: به مقابل شعرهای بعد خوبش را گفتن هم یکی از طلبات زمان و زندگی است. اسکر: درست، لیکن فقط یکی.
استاد لایر راضیم. از این نقطه نظر مثلا داستان جان شیرین میرزا ترسونزاده را بینیم. این داستان در نظر اول صحبت محرمانه شاعر با همسر خود، حکایت تأثرات از دیده و شنیده ها و سیر و سیاحت های اوست. این زمینه واقعی داستان فقط یک واسطه بیان احساسات و تفکر یک گرجدنین صاحب وطن و صاحب زمان است که مسئولیتش در نزد عائله کمتر از مسئولیت اجتماعیش نیست. در اینجا یک عائله با تمام وطن و جهان هم قسمت، عائله‌ای که همه گرم و سرد جهان را از دور و نزدیک احساس می‌کند تصویر شده است. در پس هر بیت این داستان ما آدم زنده نفس‌های گرم او، تشویش و ترددهای او را می‌خوانیم. مثلا این بیت را گیریم: تا کنم تعظیم مثل پختچین، چارخط گردیده بر سوی زمین. در نظر اول چنین می‌نماید که اینجا شاعر با تعظیم خود تشبیه خیلی زنده یافته باشد، اما اگر به تعمق نگاه کنیم از آن تمام صحنه مهنت دختر پختچین را دیدن ممکن است. عسکر: بله، من از این گفته‌های شما چنین خلاصه برمی‌آورم که مبارزه برای شعر امروز از کی‌ها سر شده است. آره، اگر این مسئله فقط در سالهای آخر در مقاله و تقریص‌های ادبیات شناسان و منقدان مورد گفتگوی جدی قرار گرفته باشد، در خود شعر این تکاپل خیلی بیشتر شروع شده است. دلیل این دعوا هم شعرها و هم مقاله‌های پرهیجان حبیب یوسفی است. یا مثلا قصه هندوستان را گیریم. در آن سالها در تنقیح مقاله به درجه این سلسله که خود تازگی شعر را کشف کرد پیدا نشد و تا امروز هم به استثنای ذکر این یا آن خصوصیت غایبی، ماهیت نوآورانه و بدیعی آن، روابط داخلی معنوی، غایبی و شکل آن و درجه‌ای که ضرور است تحقیق نشده است. استاد لایر، بحث ما در سر زمینه حیاتی لیریکا بود. قصه هندوستان هم در آن دوره نوشته شد که ادبیات ما از شعرهای عمومی پر بود. بعضی شاعران هر سال درباره 1 می، 8 می شعر می نوشتند و آهنگ همه‌اش چنین بود: خوش آمده ایدی فرخنده. شاید برای همین هم تنقید به چنین شعرها عادت کرده بود. عسکر: ببخشید لای، اگر شما گفتنی باشد که نظر ادیب از منقد وسعتناکتر است، این فکر اندک اصلاح می‌طلبد، چون که ذوق منقد هم به مانند ذوق شاعر در زمینه تنها یک ادبیات پرورش نمی‌یابد. اگر امروز منقد در تنگی چنین چهارچوبه مانده باشد، گناه از وی است، نه از همه منقدان. دریای سیر تا که چنین پهناور شود بیشتر از 620 سرچشمه آب میخورد. استاد لایر، تنقید ما حالا هم سست است، چه جای آن که سالهای بعد از جنگ. من میخواستم که تنقیدمان را مثل شعرمان بلندپایه بینم، ولی افسوس که حالا هم منقدان شعر خود را سری وقت در میان این همه شعر بافان و دعوای بزرگمنیشی داشتگان تقدیر نمی‌کنند. تقدیم به من محفلم نوشته بودم، همین محفل در نظر داشتم. تقدیم در محفل به دوستم عبدالقادر عبدالجبارزاده: کجا مردی است که چون عبدالقادر عبدالجبار است و مثل اوست کم مرده اگرچه مرد بسیار است. صفات پهلوان مردی کم اندر قوت بازوست که اصل مردی و مردانگی
در شفقت یار است. به قعر چشم زیبایش تو گویی چشمه مهر است، و لبهایش سخن چون نیشکر یا اینکه گفتار است. اگر بحر است قلب او همه لبریز گوهرهاست، اگر کان است قلب او پر از یاقوت شهوار است. سخن شیرین و صورت دلبر و سیرت چه دلجوتر، هماهنگی چنین در صورت و سیرت نه بسیار است. همه لافی جوان مردی زنند و اوست لب خاموش، که گفتار از جوان مردی ورا نه حرف بازار است. از اینش هر کجا مردی و آیین جوان مردی است، و جان و دل ورا در حلقه یاران طلبگار است. چو ختم این سخن بایست این حرفم به لب آمد، نگهدارنده هر دو جهان او را نگهدار است. معرفی کتاب‌های 160 باغ دلکشا، دریای خیر عبدالقادر جبارов خبری نو در عالم نوگانی‌های ادب و فرهنگ اعتراف کردید. دوستان عزیز، بخشیده به همین محفل‌ها، محفل امروزی ما 3 کتاب در همین نشریات انتشار شده که با نام دریای خیر که این به زندگی نامه و فعالیت راهبر همین مجمع عبدالقادر جبارov بخشیده شده است. اینجا هم نگاشت‌های خودشان است، هم اندیشه‌های علمای دیگر و یک ارمغان خوب اگر شما در خاطر داشته باشید. چند سال مقدم یک کتابی این کس با نام روضه سعادت انتشار شده بود و موضوع مندرجه این کتاب واقعا هم جالب دقت و خوانندگان زیاد هم توسط اینترنت هم توسط خود کتاب خواندن. من خیلی تصمیم شد که همین کتاب ترجمه کنم و با نام 160 این کتاب هم انتشار شد و فکر میکنم اونهایی که امروز آمدن از این کتاب ها البته به این کتاب ها به قبل صاحب شدن. و یک کتاب دیگر با نام باغ دلکشا این هم انتشار شد و ما این کس را که هم نویسنده پوبلیسیست هستند و نفری هستند که در جریان سازندگی بنیادگذاری سالهای اول استقلال جمهوری تاجیکستان سهم خودشان گذاشتند و فکر می‌کنم برای مخصوصا جوانان، برای آنهایی که امروز در کشور ما کار و فعالیت دارند، خواندن این کتاب‌ها و عبرت برداشتن از این گونه کتاب‌ها البته عین مداوم و همچنین 2 روز قبل همین نشر 2 کتاب استاد حاجی حسین موسی‌زاده را انتشار کرد که ما اون استاد را نیز مبارکباد می‌کنیم که با نام تاجیکستان وارثی سامانیان و دیگری با نام معراج معرفت. صحبتی صمیمانه دوست و همدرس استاد لایق رجب محمد شریفов به محفل کیفیت خاصه بخشید. این کس از شخصیت لایق شیرالی به یاد آورده خاطره‌های جالب خود را از جوانی شاعر، شوخی‌ها و حاضر جوابی‌های او بیان کرد. چند بیت از اشعار لایق شیرالی تحلیل نمود و شعر را با محبت با آهنگ دلچسب سرایید که واقعا در کیفیت اهل نشست روح بلندی و اثر خوشی را ایجاد نمود. ما به دوستش آموزشگاه پنجکل میخوانده همراه آردنری و لایق خانه همون دیرکتر ما با خواب میکرد. از قشلاق آمده بود، از قشلاق مدار اونجا خواب میکرد، ما خوابگاه با خواب میکردیم. بعد همون دیرکتر ما رو رزاق نام داشتن. اون کس فرزند مرد نداشتن، 5 تا دختر داشتن. بعد این لایق همون دخترشاهای دیرکتر را بعد از درس گرفته دوکان‌ها برده چرخ میزنه. وظیفه‌ش همین بود. بسیار شوخ بود لایق، مثل اردنوی آرام فرشته خواه اینجا نبود. میخواد یا عسکر باید شوخی بود که همون در هر جا که میشته خیلی بعدم کودک میشد تا کارش انجام میداد. میگیم در همه لحظه ها احتیاط میکنه سخونش خطا به جا نباشه. و یک روز همون دخترشا بیرون برآورد، من با خوردم گفتم خیلی دخترها کی؟ گفت که او آن همون میوننگیش ینگر میشه. میده
بعد ما آدم خشتاخی گفتیم این خانه مردک و خوب کرده این دختر مایداره هوای ینگر میشه میسید همه خیلی آداب می سامی خوراک کردم خوراتی صف کرده دویدم که میزنم همین چنان دوید کوچه که خودی سمالیات بریم با گشته کن که خدا سند هوای ینگر میشد همه آدم ها یعنی من برای چی گفتم همه آدم روی اراده قویشه که همه آدم رو بود بعد از خودش تمام کردن دوشنبه مکتب و داخل کرد همه آدم خود ازدواج کرد همسر شد تاجیکستان آمد زمستان آمد شعر زین پیشتر متای سخن رایگان مبود گرد کسادی از پی این کاروان مبود شعر بلند آب بسری عشق نهاد خورشید سالمال به هر آستان نبود برای همین شعری که بلند است خواننده اگر بلند مضمونی بلند گفته میفته باشد اونا احترام میکنه درباره لایق من چی گفتم نه همچون دوست که بسیار دوستی من است من لایق استایش کنم نظر من همین درباره شعر لایق خودش ادبیات است 1000 سال بعد رودکی به دنیا آمد همه این ادبیات کلاسیک آمد اگر اشعار لایق خود خوانده یعنی من چی میگم خواندن دیگر خوانده توانستن دیگر توانی معنی فهمید تماما دیگر است اگر هم توان معنی فهمید در وجود ما اگر یک قطره خدا داده باشد لایق خونده توانیم لیکن از رودکی سر کنیم ادبیات کلاسیک میبینیم که کلاسیک هاست بیشتر به نظر من این چیز در همه جا میگویم و خواهم انا یک چند بیت میگویم حالا خاطرتان نشود در یک موضوع دوستی لایق بود است کلاسیک مراد از دنیا و عقبه همینم بود و دیگر نه که پیش از رفتن از دنیا دم با دوست دریابم سردی این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است این جهان به من نباش آن جهان به من مرد اگر به هر دو جهان یک نفس زنم با دوست مرا ز هر دو جهان حاصل نفس باشد لایق چی میگه مرا گویم اختر از بام فلک به دوست بگیرد در تمام اهل دنیا من نگیرد از همه بلند گفت فهما گفت در ترکیب هایی که همه شما میفهمیم همه میفهمیم و هر چند جستجو کنیم بلندش ما انکار کرده نمید یعنی لایق برای اون که بها داده تمام خانیم میدوم در کوچه های زندگی شعر درباره زندگی است میدوم در کوچه های زندگی روز و شب ها از قفای زندگی هرچی میابم با صد رنج و علم هرچی میابم با صد رنج و علم میفشانم پیش پای زندگی میفشانم پیش پای زندگی میخورم غمهای قسمت کردش میخورم غمهای قسمت کردش میکشم درد و بلای زندگی آفتابم لک چشمم سوی خاک
آفتابم لک چشمم سوی خواب تا بیفزاید صفای زندگی 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 آسمانم لک همرنگی زمین بحری فردایی بقای زندگی تا نمیرد زندگی روز من یک زمان میرم برای زندگی 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 جان زندگی. бояд эътироф кард ки маҳфили навбатӣ бо ташаббус ва кӯшиши самимона ва хайрхоҳонаи марди фозилу адабдӯст, ходими шинохтаи давлативу ҷамъиятӣ, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, узви иттифоқи журналистони Тоҷикистон Абдуқодир Ҷабборзода ки ироdatу нигоҳи нек нисбати аҳли илму адаб доранд баргузор гашт. Ҳамаи он корҳои ташкилие ки барои дар сатҳи хуб гузаштани маҳфил иҷро гардида буд, воқеан аз табъи баланди ташкилкунанда дарак медод ва муҳаббату ихлоси ӯро нисбати шеъру сухан ифода мекард. Табиати маҷмаи меҳмонхонаҳои Абдуқодир Ҷабборзода воқеан хеле зебо буд. Дарахтони сабзу қоматбаланд, гулҳои рангоранге ки тамоми маҷмаъаро иҳота карда буданд, тозагиву ободии муҳити атроф, файзу шукӯҳи биноҳо худ як кайфияти хушу шоирона ба қалби инсон мебахшид.